اصلا این چیه؟ اینجا چقدر جای قشنگیه. ساواش کجاست؟ داداشم نیست. خواستم یکم باهات خصوصی حرف بزنم. خصوصی؟ یه موضوعی فکر داداشم رو مشغول کرده، اونو میخواستم بگم. امان از دست تو، یه عالمه کار دارم. اصلا اینجا خونه کیه ها؟ دروغگو این دیگه. ساواش اینجاست، میدونم. جدی؟ کجاست؟ تو واسه این که بتونی همچین میزی بچینی؟ دست درد نکنه زن داداش، از دست من بر نمیاد. چرا بر میاد؟ ولی باید عاشق شده باشی. راست میگی. نمیشد سورپرایزو خراب نکنی؟ داداش من چی کار کنم؟ خیلی باهوشه. نمیتونم زیاد بمونم چون باید برم سر کار. یه زمانی یه دختری بود که میگفت اگه صبح و شب ببینمت ازت سیر نمیشم. معلومه که سیر نمیشم. خب اینجا خونه کیه ها؟ خونه توه؟ خونه من؟ به خونه جدیدت خوش اومدی عشقم. ساواش من تو زندگیم طعم خوشبختی رو نچشیدم تا اینکه تو رو دیدم. تو با اون آدم غمگین دوست شدی و خوشبخت‌ترین آدم دنیاش کردی. اجازه بده منم برای خوشبخت کردن تو تلاش کنم تا آخر عمرم. احتیاجی به تلاش کردنت نیست، کنارم باشی کافیه. عزیزم. سلام عزیزم، چه خبر؟ اومدم سر خاک مادرم. تو چی کار کردی؟ تموم شد؟ آره بالاخره دادستان شدم. فردا شروع میکنم. هایی باورم نمیشه. امشب شامو با هم بخوریم؟ آره حتما شامو با هم بخوریم، جشن میگیریم. خیلی خوب، میام خونه دنبالت. باشه بهم خبر بده. باشه میبینمت. واقعا ارباب حلقه هاست. دختر رو سر کار ببینم دیوونه میشن. کار کردن رو ادامه میدی؟ مجبورم دیگه، بچه پولدار نیستی. اگه بابات بفهمه به این پیشنهاد ازدواج دادی، نه تو خونه رات میده نه تو شرکت. خونه من دیگه اینجاست، خونه تو هم همینطور. باید برم. کجا؟ می‌خواستم اتاق خوابو نشونت بدم. خب تا شب صبر کن. آخه چجوری صبر کنم؟ یه عمر در پیش داریم، پس عجله نکن. باشه، حرفی نیست. یادت نره کلیدو برداری. البته. اینجا همون خونه است نه؟
آخرین تعطیلاتی که با مادرت داشتی؟ دوست دارم. پرواز عروسم کی میشینه؟ چند ساعت دیگه آروم باش. وقتی پسری مثل ساواش دارم چه جوری آروم باشم ها؟ کجاست؟ دختره داره میاد شازده پیداش حالا نمی. تا اون دختر باهاشه سخت میشه پیداش کرد اردال. اونا جدا میشن. به همه خیال باش. چیه؟ حالا میبینی. ایشالا من که از خدامه. دورین واقعا عاشق پسر ماست؟ مطمئنی؟ معلومه مطمئنم. البته اولش میگفت ما فقط دوستیم، اما خودم تو چشاش دیدم دورین عاشق ساواشه. خب پس ازدواجشون رو سر میدیم. مامان هنوز به بابام نگفتم، ولی اکتای دعوتم کرد شام بریم بیرون. قبلا از دهنش پریده بود، گفته بود وقتی دادستان بشه تصمیم داره به این پیشنهاد ازدواج بده. کاش میشد بشناسیش. پسر داره ازدواج میکنه مامان. دخترت داره ازدواج میکنه مامان. قربونت برم من. چه خبره دختر؟ چرا انقدر بالبال میزنی ها؟ چی شده؟ فکر کنم امشب اکتای به هم پیشنهاد ازدواج بده. تو رو خدا راست میگی وایسی. وای خدایا دعا مستجاب شد، بالاخره اون روز رسید. خودیا 100,000 مرتبه شکر خدایا شکر. آروم باش آروم باش. چی به بابا نباشه. امشب از همه چی برام عکس بفرست خواهش میکنم، لطفاً از همه چی از رنگین حلقت برام عکس بفرست. خیلی خوب باشه تو آروم باش میفرستم. باشه باید برم رفتم میبوسم خدا. باشه زار باشه باشه. بابا جون. آی بابا بازم که این فر خراب شده ره؟ دیگه به تعمیرکار نمیگم، هر دفعه میگه بندازینش دور. صبح شریف خانم اومد میگفت اکتای کارآموزیشو تموم کرده. آره خدا رو شکر. امشب برای شام دعوتم کرد. کجا به این زودی؟ یه جوری حرف نزن که انگار نمیدونی. میدونم ولی بدم میاد. عزیزم مگه قبلا در موردش حرف نزدیم؟ کاری که مریم برام کرده مواظبت بود، دلمه برات درست میکرد. رابطه بر اساس گذشته سلام علیکم دوستان عزیز و هواداران فیلم های ترکی با زبان فارسی و تاجیکی. با دقت همه شما میرسانیم که فیلم هایی که از شبکه سبینه اچ دی تماشا میکردید من بعد میتوانید به طور اصلی از شبکه همروز تیوی تماشا بنمایید. ما عین حال 3 فیلمی که خوشمندان زیاد دارند از قبیل مریم، درد عشق و هدایت پخش مینماییم و باقی مانده فیلم هایی که خوشمندهایش هست و میخوان که تماشا بکنن، اون نمره‌های خود رو در اکران میگذاریم. حتما
در ایمو و یا واتساپ بنویسید و ما حتما خواهش شما رو به نوبت میگیریم و در مدت‌های کوتاه فیلم خصوصی شما رو پخش می‌نماییم. اگر که می‌خواهید فیلم‌های جدید رو تماشا بکنید پس ابونه شدن و دستگیری کردن رو فراموش نکنید. باقی سربلند و خانواد باشید و با یک شما از خداوند مهربان سلامتی و عمری دراز خواهانم. چه بنا نمیشه با آینده بنا میشه. میخوای اون دختر رو به عنوان همسرت اینور اونور ببری؟ ناسلامتی دادستان شدی. از گفتن این حرف خاصه نمیشینه. اگه دروغه بگو ساکت شم. خودت هم میدونی که نیست. آره ولی فکر میکنی گفتن اینا به مریم آسونه؟ برای منم آسون نیست با وجود مجرد بودنم بازیچه تو باشم. خود دانی. قول میدم امشب تمومش کنم. چیزی یادت نرفته؟ بگیر. این چیه؟ دیگه باید حسابی حواست به سر و وضعت باشه. و دور و بری هم مگه نه؟ دو تا آدم آسوپاس به هیچ جا نمیرسن. ما فرستادیم دانشگاه درس بخونیم. باشه مامان، فهمیدم مامان، 1000 بار گفتی مامان. باشه، به خاطر یه دختر غریبه دل منو بشکن. یعنی الان به خاطر این از آن کارا اومدی؟ نمیفهمم اصلا چی شد حرف ازدواج پیش اومد. ما این همه سال با هم دوستیم. واقعا دیوونه شدن ها. با بابات حرف زدی؟ حرف میزنم. به خاطر کار و تجارت اونا مجبور نیستیم به یه ازدواج ناخواسته تن بدیم. تو هم بهم کمک کن. نمیخوام تنهای جلوی این مسخره بازی رو بگیرم. سوین چالش چطوره؟ خوشحاله. محشره. به زودی ازدواج میکنیم. البته شما فقط سلام و احوال پرسی کردی. فرصت نشد بشینین با هم دیگه درست حسابی صحبت کنین. اگه بشناسیش میفهمید چرا اینجوری عاشقش شدم. امیدوارم هیچ وقت از این تصمیمت پشیمون نشی. اون دخترم واقعا دوستت داشته باشه، اونقدری که لایقشی. نگران نباش دورین، خوشبخت میشن. سوینچم همینطور. البته به لطف تو. تا آخر عمرمون مدیونت میشی. ضمناً تو عروسی هم شاهدم میشی خانم کوچولو. بهتره از الان به فکر لباس انتخاب کردن باشی. خوش اومدی. حالتون چطوره؟ هی بد نیستیم. خب شنیدم فردا روز بزرگیه. بله بالاخره شروع به کار میکنم. بیا اینم کادوی شروع خدمت من به تو.
توران دوست دوره سربازی منه. هنوزم با هم در ارتباطیم. وقتی میاد استانبول تا از نونای مخصوص من نخوره نمیره. در مورد تو باهاش حرف زدم. گفتم داماد آیندمه. هر مشکلی داشتی رو در بایستی نکن، زنگ بزن، کمکت میکنه. حتما همینطوره. ازتون خیلی ممنونم. بگین ببین همین تشکر بابت چیه؟ هیچ چیزی نیست. اوضاع چطوره؟ آقا اردال ذوق کرده که عروس هم داره میاد. وقتی با این عجله دعوتش کرد اینجا فهمیدم دنبال چیه. خوش اومدین. سوینچ از بورکا خیلی خوشش اومد. بازم درست میکنم پسرم. نوش جون عروس گلمون. یه دونه ای. تو هم همینطور. ماما بیشتر از من دوستش داشته باشی دلخور میشم. حسود هرگز نه یا سود بابا. آی عزیز دلم خوش اومدی. سلام. وای 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 چقدر زیبا. میبینی ناز؟ انگار از راه رسیده. ویکتوریا بکام ماشاءالله. خیلی ممنونم. داداش کجا موندین؟ حالت چطوره؟ خوبه. خیر باشه. دلت برام خیلی تنگ شده. شوخی کردم. بابا کجاست؟ تو اتاق الان میاد. عزیزم بیا اینجا. بیا بشین. این چشه؟ میگه ما فقط دوستیم. به خاطر اون دختر هست دیگه. اردال این مشکل حل میکنه، نگران نباش. سخته. حلش میکنه. بابای دورینم زنگ زد. یه چیزایی میگفت. نمیفهمم این قائله رو کی رو انداخته. ببین دورینم با من هم عقیده است. میدونه یکی دیگر رو دوست دارم. آها، این که مشروعیت قبول میکنه یا نه موضوعیه که به خودتون مربوطه پسرم. من تو اینجور مسائل دخالت نمیکنم. درسته در مورد معشوقه ها با تجربه ای، ولی من قصد ندارم بلایی که سر مادرم آوردی سر دورین بیارم. نگاش کن چه حرفا میزنه. این رفتارای رمانتیک مسخره چیه؟ مثلا رفته عاشق یه دختر شده. واقعا فکر میکنی اجازه میدم زندگی تو تباه کنی ساواش؟ عاشق یه دختر بی اصل و نسب شدی؟ بابا میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. من با سوینچ ازدواج میکنم. به خودت بیا. تو در مقابل ما مسئولی، نه اون دختر. در مقابل شرکت، این خانواده باید فداکاری کنی. مجبوری. کسی نمیتونه منو مجبور کنه. تصمیم خودمو گرفتم. که اینطور رضا، حالا که بزرگ شدی، حالا که میخوای تشکیل زندگی بدی، فکر کردی دستخالی میفرستمت پسر؟ گل به سر رو اخراج کنین. اون چه تقصیری داره؟ تا حالا من خرجشو دادم، حتی خونش هم من خریدم. حالا نوبت توه. ببر پیش خودت نگهش دار. چون زورت به من نمیرسه تلافیشو سر زنی که بزرگم کرده در میاری؟ چی شد؟ تحملش برات سخته؟ تحملش برات سخته؟ نشنیدم. مثل سگ به این خونه برمیگردی. تو ناراحت نباش عزیزم.
همه چی درست میشه، مطمئن باش. نصف اینا زیر سر توه. فکر نکنی شورم نمیرسه نامادریه عزیزم. سال شد. من هنوزم باورم نمیشه. آره منم درست مثل تو. این دوست بابام آدم خیلی مهمیه؟ چه جوره؟ اون چی بود؟ چی؟ همونی که افتاد زمین برش داشتی؟ هیچی، چیز مهمی نیست. خیلی خوب، ببخشید. چیو ببخشم مریم؟ نمیفهم. خب طاقت نیاوردم، ببخشید، معذرت میخوام. چیو طاقت نیاوردی مریم؟ بس کن دیگه اکتای، هنوز هیجان داری؟ چه هیجانی مریم؟ این حرفا چیو میزنی؟ باشه هیچی، فراموشش کن. خب خلاصه یک کلام، تو الان میخوای با ساواش ازدواج کنی یا نه؟ ساواش نمیخواد. ساواش بعد از دست دادن مادرش از بد متنفر شد. هیچ وقت نتونست با تولین کنار بیاد. تو خانواده‌اش شدی، نزدیکترین کسش. یعنی اگه پای اون دختر وسط نباشه اولین کسی که سراغش میره تویی. یعنی چی؟ والا اونش دیگه من نمیدونم. ازدواج موضوع ساده ای نیست. اگه نتونی از پس یه دختر پول پرست و عشق ثروت بر بیای، اون وقت چطوری میخوای؟ چرا این حرفو به من میزنی؟ با دختر قرار بذار، به زبون خودش باش حرف بزن، بهش بفهمون که نمیتونه با ساواش ازدواج کنه. اگه ساواش میخوای راهش اینه. پسرم، خداحافظ. یه لحظه بیا. بین ما دوتا هیچی عوض نمیشه. هنوز رفیقی باشه؟ ما هنوز باهات خیلی کار داریم آقا گوچلو. مردم از نگرانی. بابا چی گفت؟ هیچی، تو خونه حرف میزنیم. کجا؟ تو خونمون. از شب اول تنها بمونم؟ سیر نمیشی نه؟ سیر نمیشم. خیلی ممنون. بفرمایید قربان. میخوایم بریم؟ تا دیر نشده بریم دیگه. باشه. ممنون. تا نیم ساعت دیگه پیشتم.
زیاد نوشیدنی خوردی، میخوای من نه برونم؟ چیزی نیست. جدی بذار من ول برونم. کن مریم، من میرونم. بریم. خدافظ. شبتون بخیر. میشه یکم حرف بزنیم؟ اما سباش منتظرم. یکم منتظر بمونه، اتفاقی نمیافته. ساواش تو رو دوست دوران بچگیش معرفی کرد، ولی من همون اول فهمیدم عاشقشی. زنو حس میکنن. موضوع من و ساواش نیستی. چیزی به اسم تو و ساواش وجود نداره، منم همینو میگم. مثلا خیلی باهوشی نه؟ خودت اینطور تصور میکنی. یکم فکر کن. اردال سارگون تنها پسرشو، جانشینش رو میسپاره به آغوش تو. شما به چشم یه جانشین به ساواش نگاه میکنی، ولی من به چشم کسی که سعی میکنه خوشبخشه. تو از کدوم قصه اومدی؟ پرنسس گم شده چیزی هستی؟ از نظر تو قصه است. خودتو بکش کنار. آقا اردال با کسایی که از سر راهش کنار برن سخاوتمند. نمیتونیم بیشتر از اون چیزی رو بدین که ساواش بهم میده. بی خود تقلا نکنیم. میخوام بعد ازدواج بچه‌مو بزرگ کنم. البته منطقیه. برای محکم کاری باردارم شدی، اونم از سر اجبار حلقه دستت کرد. ساواش هنوز نمیدونه، اما امشب میفهمه. فکر همه جا رو کردی. براو. اگه پسر شد اسمشو بذار اردال. شاید بابا بزرگش نرم شه به هدفت برسی. ببین ما دیگه یه خانواده هستیم. اگه قراره کسی از زندگی ساواش بره بیرون، اون من نیستم. از ماشینم پیاده شو. گفتم پیاده شو. پیاده شو. الو عشقم، چرا جواب ندادی؟ نگران شدم. کجایی تو؟ الو سوینچ. الو ای بابا، وای ای خدا، ای خدا. مریم جونم. باید یه چیزی بهت بگم.
همه کارایی که برام کردی برای دوتامون کردم. من و تو یکی هستی. خیلی دوستت دارم. باتر! باتر! گوچلو نمیتونم سوینچو پیدا کنم. خیلی خوب داداش، نگران نباش. کافی شاپ نزدیکه. من 5 دقیقه‌ای میرم نگاه میکنم. از این کارا نمیکنه. میگم میتونی از طریق موبایلش جاشو پیدا کنی؟ آره الان از دوستم میپرسم. حالت خوبه؟ آکتای به چی زدی؟ صبر کن الان نگاه میکنم. آکتای خیلی خوب صبر کن، چیزی ماشین نیست. دیگه چیزی خورد. خیلی خوب صبر کن الان نگاه میکنم. چی بود؟ نگفتم بهت پیاده نشو؟ آکتای میگم چی بود؟ هیچی، زدیم به یه بشکه. الو داداش، سیگنال رو ردیابی کردم. کجاست؟ خروجی بیکنز. ای بابا، سوینچ اونجا چی کار میکنه؟ بجم گوچلو بجم، ازت خواهش میکنم عجله کن. زنگ بزنیم به پلیس. نه لازم نیست. چرا ماشین بیمه داره؟ مست کردم، فردا روز اول کارمه. این وقت چه بازجویی بدم ها؟ تو اینا هم توقیف میکنم. بودو بریم دیگه. خیلی خوب. بودو. باورت میشه کم مونده بود بمیری. لعنتی، همینو کم داشتی. لعنتی برو بشین تو ماشین. اعصابت به هم ریخته، من میرونم. نه لازم نیست، خودم میرونم. زود باش دیگه، برو بشین.
جواب بده دیگه سوینچ، جواب بده تو رو خدا. ماما من دوست ندارم پسرم؟ منو با خودت نبر. من میخوام همینجا پیش عمه جون بمونم دیگه. بچه اونجا همش اذیتم میکنن، اصلا با من بازی نمیکنن. پسرم وای این چه سر و وضعی آخه. با هم دیگه اومدین آره؟ پناه بر خدا چی شده دخترم؟ میخوای برو یه آبی به دست روت بزن. باشه. پیشونی این چی شده؟ موقع اومدن یه تصادف کوچیک کردیم، تعریف میکنم. بلا به دور باشه بر چشم بد لعنت. تو که چیزیت نشده نه؟ بریم نه دکتر مامان بریم. جا چیزیم نیست، یکم یخ بدین به مریم بریم. اونو ولش کن بابا، من با اون چی کار دارم؟ ببینم اگه تولید شده بیا بریم دکتر. باشه بریم مامان دکتر. صبر کن، تو رو خدا آروم باشه. من برم، تو هم استراحت کن. می نشستی یه چیزی می خوردی دخترم. گرسنت نیست دخترم. ممنون، چیزی نمیخوام. صبر کن برات یه تاکسی چیزی بگیرم. نه تو رو که رسوندم، با ماشین میرم. نه ماشین دست من بمونه. سپرش کنده شده، تو راه اذیت میشی. صبر کن یه تاکسی برات میگیرم. خیلی خوب باشه. الو چی شد گوچلو؟ الو سوینچو پیدا کردی؟ داداش سوینچ تصادف کرده. چی داری میگی گوچلو؟ سوینچ حالش خوبه؟ چی به سرش اومده گوچلو؟ پول داری؟ آره. تو فردا وقت تو با ماشین تلف نکن. من میام میبرمش تعمیرگاه. نه بابا نمیخواد، خودم میبرم.
کجا برم؟ را بیافت تو رابط. چشم آقا. مریم، منم بابا. امروز تعمیرکار اومد، گفت فرو باید. پیشونی چی شده؟ گردنت چی شده؟ یه تصادف کوچیک کردیم. چطور شد؟ تو بارون لیز خوردیم، زدیم به یه بشکه. صبر کن ببینم. بابا چیزی نیست. از کجا میدونی دخترم؟ دکتر چی گفت؟ دکتر نرفتیم بابا. مگه میشه دخترم؟ بری معاینت کنن. بابا به خدا چیزی نیست، باور کن. کجا میری؟ نمیتونی بری جلوتر. بلم کن نام زدم نمیتونی. بکش. سوینج 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 کجاست؟ سوینج 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 آروم آروم آروم. طاقت بیار سوینج، طاقت بیار عشقم. من اومدم کنارتم، میدونم صدامو میشنوی. اینجام عزیزم. گوشلو چه اتفاقی افتاد؟ نمیدونم داداش، وقتی رسیدم افتاده بود رو زمین. سوینج این دست شما باشه. خوب میشی عزیزم، خوب میشی. من کنارتم. من اینجا عشقم. چشماتو باز کن. برو اینجا وای نستا، حرکت کن. تاکسی حرکت کن اینجا وای نستا. برادر من اینجا محل حادثه است، حرکت کنید. اتفاقا برای همینم وایستادم. دادستان قضایی. جناب دادستان، چی شده؟ اون کیه؟ دادستان. لعنتی دادستان، چه اتفاقی افتاده؟ زدن به یه نفر در رفتن. زخمی خانم 25 ساله است. وضعیتش وخیمه. ماشین تصادفی کجاست؟ هنوز ازش ردی نیست. کثافت دختریو که جون میداده ول کرده رفته. چیزی پیدا کردین؟ بارون خیلی چیزا رو شسته برده، باید دوربینا رو چک کنیم.
زنده میمونه؟ متوجه نشدم. دختره رو میگم، وضعیتش خیلی بد بود. امید زیادی بهش نیست. گوچلو نمیمیره مگه نه؟ نه داداش نمیمیره. گوچلو من بدون اون طاقت نمیرم. بدون اون میمیرم داداش. داداش. همینجا بمونید. سویچ نمیمیره مگه نه گوچلو؟ نمیمیره. نه داداش زنده میمونه. زنده میمونه. طوریش نمیشه. زنده میمونه. آره زنده میمونه. نمیمیره. حتی نتونست جعبه رو از جیبش در بیاره. شاید میخواست موقع رسوندن تو خونه به این پیشنهاد بده، ولی خب تصادف کردی. بگذاریم، خدا رو شو کسی طوریش نشد. بعداً حرف میزنیم. باشه فعلا خدافظ. زیاد سفتش نکن، برشته نمیشه. خوب شد گفتی، نمیدونستی موس داری. بذار بمونه دخترم، من ادامه میدم. بهتره تو بری نونای زینالو بهش برسونی. صبح زود اونا رو بردم دادم بابا جون. الان کجا میری؟ ماشینو میبرم تعمیرگاه. اکتای خودش میبره، تو چرا داری میری؟ آی بابا جون، امروز روز اول کارشه. دختر چیه؟ جواهر میدم بهش، جواهر. کاش قدرشو بدونه. میدونه بابا میدونه. میبوسمت، خسته نباشی. وضعیتش چطوره؟ هنوز وخیمه. خونریزی داخلی داره. اگه زودتر می آوردن احتمال نجاتش هم بیشتر بود. منظورم هم بیماره هم بچهش. بچه؟ سوینج خانم باردار بود. شاید خودش هم نمیدونست. با اجازهتون. پدر بشم گوچلو. گوچلو سلام، صبح بخیر. اومدم سویچ ماشین رو از اکتایی بگیرم. سویچ ماشین رو میخوای چی کار کنی؟ پاک عقل تو از دست دادی. ماشین خودش هر کاری دوست داره میکنه. میبرمش تعمیرگاه برای اکتای آماده بشه، موقع سر کار رفتن واسه اتوبوس معطل نشه. فکر خوبی کردی. حالا برو کنار ببینم. برو کنار. خدا به همراهتون.
ببخشید سرکار، سروان برجو کجا؟ اون اتاقه. ممنون. خواهش میکنم. صبح بخیر. صبح بخیر. من اومدم در مورد تصادف دیشب اطلاعات بگیرم. با چه عنوانی؟ کار داریم. اردال سارگون، دختری که تو اون تصادف زخمی شده، آشنایی خانواده است. عنوان نه، اسم. از طرف سارگونا. ما اطلاعات لازم رو به آقای اردال دادیم. جناب سروان، دوربینای مداربسته چی نشون داد؟ والا به خاطر تعمیر جاده کل دوربینا رو کندن. ورود و خروج، رفت و آمدا چی؟ ورودی خروجی ها رو بررسی کردیم. فقط 4 تا ماشین هستن که میتونن این تصادف از اونجا عبور کرده باشن. پرونده رفته دادستانی. برای کسب اطلاعات میتونید درخواست بنویسین. اگه صلاح دیدن اطلاعات میدن. باشه. موفق باشی. ممنون. خب بقیه کجا؟ تولین خانوم با تلفن حرف میزنه، ناز خانوم هم تو اتاقشه. چای بریز. بیا بگی بشین دورین. چطوری دخترم؟ خوبه ممنون. من اردال دوست دختری صبحش تو بیمارستانی، دیشب ماشین بهش زده. چی؟ حالش خوبه؟ حالش خوب نیست. خب کجا تصادف کرده؟ خروجی بیکوز، گفتن تو اتوبان. آخه اون وقت شب اونجا چی کار داشته؟ خیلی عجیبه نه؟ بچه چی؟ چه بچه‌ای؟ با اجازهتون من باید زنگ بزنم به بابا. تو بشین. دورین، منظورت از بچه که گفتی چی بود؟ باردار بود. خودش گفت. من تو جاده ولش کردم زیر بارون. دوربینای مداربسته، دوربینای ترافیک همه جو میبینن از ماشین من پیاده شده، ساباش میبینه. به بابات زنگ نمیزنی؟ مستقیم از اینجا میری بیمارستان. تو حواست به ساباش باشه، بقیه‌اش رو بسپر به من. اگه ساباش بفهمه؟ اگه تو بهش نگی نمیفهمه. خواهش میکنم باشو. نمیتونم کسی رو اینقدر دوست داشته باشم، اینجوری دلتنگ کسی بشم، به خاطر کسی گریه کنم. داداش، کار کی بوده؟ دوربینا چند تا ماشین رو نشون دادن، دارن تحقیق میکنن. برام پیداشون کن گوشلو. پرونده رفته دادستانی. هر جا میخواد رفته باشه. سرینج. دکتر داداش وایسا. سرینج اینجا. داداش آروم باش، بذار دکترها کارشونو بکنن. آروم باش. نبضش نمیزنه، نفس نمیکشه. فوراً دستگاه شوک آماده کنید. اینجام سویچ. داداش آروم باش. آروم باش. داداش من اینجا. تحمل کن، خواهش میکنم عزیزم. داداش چیزی نیست، خوب میشه. آروم باش. سویچ عزیزم، طاقت بیار، تحمل کن. چی شد؟
یه چیزی بگی، یه چیزی بگیش. روشن کن. دوباره. چیکار میکنم نداشت؟ چیکار میکنم؟ چیکار دارم میکنم؟ نبضش نمیزنه. روشن کن. ادامه میدی. بهش آدرنالین تزریق کنید. نه سوینچ داداش، سوینچ من اینجام عزیزم، کنارتم عزیزم. سوینچ تا دیگه فایده نداره. تموم کرد. ساعت فوت بیمار 11:56 دقیقه. نه یه بار دیگه امتحان کنم. گوش رو یه بار دیگه دوباره امتحان کنم. گوش رو یه بار دیگه امتحان کنم. گوش رو یه بار دیگه امتحان کنم. میتونم. گوش سوینچ چشماتو باز کن عزیزم. سوینچ باشو عزیزم، باشو. من اینجام عشقم، اینجام تنهام نذار عزیزم. من اینجام عشقم تنهام نذار. چشماتو باز کن. سوینچ چشماتو باز کن دیگه. سوینچ تو رو خدا تنهام نذار. سوینچ چشماتو باز کن. سوینچ والا جلو بندیش داغون شده. چند جای دیگه‌ش هم باید رنگ بشه. خب هزینه‌اش چقدر میشه؟ حدود 4000 تا. دستمزدم حساب نکنیم تقریبا 3000 تایی میشه. چرا از بیمه استفاده نمی کنی؟ آخه صورت جلسه و کروکی اینا نگرفتی. بیمه‌شو یه جور ردیف میکنی. نه اوستا نه، یه جوری پولشو میدی. دخترم میترسی شرکت بیمه ورشکسته بشه؟ بهتره کارمون قانونی باشه وگرنه به دلم نمیشینه اوستا. خیلی خوب، هر طور راحتی. ممنون. دستتون درد نکنه، بهم خبر بدین. خب باشه. میدیم ولی دستشون تنگه. چیکار کنیم اوستا فکرت؟ بیمه‌شو خودمون ردیف میکنیم. 200-300 تا نمیدونم هر چقدر شد از اونا میگیریم. بقیه‌اش هم از بیمه میگیریم. بیا تو. جناب دادستان کل، دادستان جدید اومده. بفرست بیاد. جناب دادستان، دکتر شاهین. به سلامتی، امیدوارم موفق بشی. یه موردی هست که میخواستم خدمتتون عرض کنم. گوش میکنم. دیشب اتفاقی از محل یه حادثه رد میشدم. دادستان شیفت هنوز نرسیده بود. کدوم حادثه؟ تصادف خروجی بیکوز. آها، همون پرونده‌ای که مربوط به سارگون است. زدن به یه نفر رو فرار کردن. دختر نامزد ساباش سارگون بود. ای داده بیداد. این پرونده رو کی گرفته؟ منم میخواستم همین رو عرض کنم. تو محل حادثه حضور داشتم، میشه پرونده رو من تحویل بگیرم؟ وضعیت دختره چطوره؟ فوت کرده. با سارگونا طرف حساب میشیم. کوتاهی، این پرونده رو تو تحویل بگیر. زاربو فوراً پیدا کنیم، پرونده بسته بشه. من تو زندگیم طعم خوشبختی رو نچشیدم تا اینکه تو رو دیدم. تو با اون آدم غمگین دوست شدی و خوشبخت‌ترین آدم دنیاش کردی. اجازه بده منم برای خوشبخت کردن تو تلاش کنم تا آخر عمر تو خونم. یه زمانی یه دختری بود که میگفت اگه صبح و شب ببینمت ازت سیر نمیشم.
دیگه نمیتونم معلومه کسی که رو دیر انقدر نمیشه. دوست داشته باشم. نمیتونم اینجوری دلتنگ کسی بشم. کنارم باشی کافیه. پست جدیدت مبارک باشه پسر. ممنونم. خب چیکار کردن؟ فوراً یه بازجویی یا پرونده بهت دادن؟ منم برای همین مزاحم شدم. یه پرونده هست، تصادف منجر به قتل. از من چی میخوای؟ دیشب اتفاقی دختری که فوت کرده تو محل حادثه دیدم. میخوام پرونده رو من بگیرم. آدم تو اینجور مواقع با قربانی ارتباط عاطفی برقرار میکنه ولی بعدش میگذره. مواظب دلت باش، چون معمولا بعد یه مدت بی‌اعتنا میشی پسرم. باشه، ببینم چی کار میتونم بکنم. خبر میدم. خیلی ممنون. داداش بهت تسلیت میگم. چجوری شد؟ یه نامردی زده و فرار کرده. باردار بود. عجب. خیلی متاسفم. تونستن زاربو پیدا کنن؟ قبل از اونم من پیداش میکنم. یه جای پرت زیر بارون کنار جاده پیداش کردن. آخه اونجا چی کار میکرده؟ اطلاعات 4 ماشینی که تو زمان احتمالی حادثه از اونجا رد شدن. تو میتونی بری. تو فکر کردی کی هستی؟ جناب دادستان کل. دادستان کل؟ حالا شدم دادستان کل؟ ولی بلدی از بالا کار تو ردیف کنی. من به چی گفتم؟ گفتم نمیشه. تموم شد. فرض کن پرونده رو گرفتی. دوستای عزیزت کجان؟ اینجا فقط من هستم. میفهمی؟ فقط من هستم. 20 سال دادستانم. تو دانشجوی دیروزی. کی هستی؟ کی هستی؟ جناب دادستان کل. بله. ساواش سارگون اومده. میخواد دادستان پرونده رو ببینه. بگو بیاد. بیارش اینجا. خیلی خوب. حالا که اینقدر مشتاقی تحویل بگیر. خوش اومدین. معرفی میکنم. دادستان مسئول پرونده اوکتای شاهین. بفرمایید، گوشم با شماست. اومدین در مورد پرونده اطلاعات بدین. من چه اطلاعاتی میتونم بدم؟ اطلاعات دست شماست. اطلاعات ما محرمانه است. این پرونده که روبروت هست الان دقیقاً عین اون جلوی بابای منه. از کدوم اطلاعات محرمانه حرف میزنی؟ اگه پرونده دست شما هم هست
نمیفهمم برای چی اومدین اینجا. این یه پرونده معمولی نیست. پرونده منه. خواستم آشنا بشیم. خواستم تو چشام نگاه کنی، بدونی چه مسئولیتی به گردن گرفتی. جونم عزیزم. در مورد ماشین کسی نیومد؟ چیزی نپرسید؟ نه کسی چیزی نپرسید. چطور مگه؟ خیلی خوب، همینطوری پرسیدم. اوکتای برات یه سورپرایز دارم. صبح ماشین رو بردم دادم تعمیرگاه درستش کنه. چی کار میکنی؟ چرا سر خود همچین کاری کردی؟ مگه نگفتم خودم حلش میکنم؟ برای چی ماشین رو برش داشتی بردی؟ گفتم اونجوری نمونه. خب نمیشه یه بار حرفمو گوش کنی؟ بهت گفتم خودم حلش میکنم، یه بارم حرف منو گوش کن. امیدوارم به کسی نگفته باشی اوکتر تصادف کرده. نه اسمی تو رو نیاوردم. الان ماشین کجاست؟ کارش که تموم شد میرم میگیرمش. میخوای بیارمش نه خیر، ماشین پیش من نیاد، پیش خودت بمونه. فهمیدی؟ این دفعه حرفمو گوش کن، ماشین پیش خودت بمونه. اوکتای خب چرا اینقدر بزرگش میکنی؟ واقعا نمیفهمم. نمیتونم، کار دارم، باید برم. گوچلو دوستای بانوپوز زیادی داره. سواش اگه بخواد همین الان میتونه همه چی از دادستانی بفهمه. نه نمیتونه. ولی میگه این تو پرونده نوشته ماشین از اونجا رد شده. این فیلم دوربیناست. اینم اطلاعات مربوط به پرونده است. نمیدونم تا حالا کیا دیدن، ولی از این به بعد کسی نمیبینه. از این بابت مطمئنم. خیلی خوش اومدین. تو اینجا چی کار میکنی؟ من تفلک ترسیده. وقتی حال و روز تو رو دید ناراحت شد. اومد برای من تعریف کرد. دورین دخترم، لطفاً 2 دقیقه ما رو تنها بذار. البته. ممنون دخترم. هرچی از دادستانی فهمیدی به هم میگی. نگاش کن. تو تا حالا دیدی من از کسی دستور بگیرم؟ پرونده اینجاست، بردار ببر. تمام اطلاعات توش نوشته. ولی حالا که از قدرت من استفاده میکنی باید هر چی که میگم گوش کنی. چی میخوای؟ پسرمو. چیزی از پسرت باقی نمونده بابا. بهت کمک میکنم. غم تو تسکین میدم. در مقابلش من چی بهت بدم؟ عادت داری تا چیزی نگیری هیچی نمیدی. زندگی که لایقشی خواهی داشت. برای تو همه چی کالای داد و ستده مگه نه؟ حتی پسرت. انتقامو نمیشه مجانی گرفت. تو چجور آدمی هستی؟ داغتو درک میکنم. داغ دل با قصه خوردن تموم نمیشه. بهت کمک میکنم پسرم. اینجوری بابا؟ آره. اگه حرفمو قبول کنی پرونده اینجاست. تاوانشو بده، انتقامتو بگیر.
خودتون رو معرفی میکنید. من دافنه ایلماز اهل استانبول هستم. از کی متوجه شدی که به این کار علاقه داری؟ از بچگی بفرمایید قربان. فیلم دوربینا اومد؟ بله قربان، برجو داره نگاه میکنه. اگه اومده چرا به من خبر نمیدی؟ را بیافت. سر خود داری کار انجام میدی. واسه چی به من خبر ندادی؟ قربان برای گزارشه. گزارشو بذار کنار. بگو چی پیدا کردی. سوابق بیمه ماشینای مظنون بررسی میشه. پاشو ببینم. غیر از ماشین خاکستری بقیه ماشینا رو هم کامل بررسی کنی. ماشینی که به اسم مریم آرچاست اونو میگن برجو. نمیفهمم چرا قربان؟ مدرکی برای تبرئه اون ماشین نیست؟ از این 4 تا ماشین 3 تاشون تو دوربین بعدی هم هستن، ولی ماشین خاکستری پیچیده تو تقاطع قبل از محل حادثه. شاید تو محل حادثه معطل شدن. فیلمای 2-3 ساعت بعدش هم در میارم قربان. دادستان تویی یا من؟ پس هر کاری که میگم بکن. ولی قربان. چشم قربان. ما چی کار داری آخه؟ ولش کن. سلام بینندگان گرامی، شما خواهش تماشای فیلم های ترکی با ترجمه تاجیکی دارید؟ پس در شبکه ما سبینا HD آبونه شوید و فیلم دوست داشتهتان را با صفت HD تماشا کنید. ما یک قطار فیلم ها را به طور اصلی پیشنهاد کردیم از قبیل هدایت، یار فراری، عشق سیاه و سفید، طوفان زندگی، مردی رزیل، هیچ کس نمیداند، عشق و نفرت، صدبرگ سیاه و اسرار ازل و غیره ها. همه این فیلم ها را می توانید در شبکه ما سبینا HD تماشا کنید. پیدا کردی؟ ماشین این دختر است، خاکستریه، بردنش تعمیرگاه. کارشناس بیمه گفت. پلیس نتونست بفهمه تو فهمیدی؟ به اونام خبر دادن. میخوای از دادستانی بپرسم؟ نه. اگه قرار بود کاری بکنن تا الان میکردن. خودمون بریم دنبالش. خودمون نه، خودم. داداش چرا ماشین منو میبری؟ تاکسی!
ماشین من کاملا نوع جناب سروان، تا حالا یه بارم تصادف نکردم. اینه، حتی خشم نداره. مگه من خریدارم که تعریف میکنی؟ خیلی خوب دیدیم. تو میتونی بری. روز بخیر. خسته نباشی جناب سروان. اینم پاکه. اون ماشینی که دادستان کنار گذاشت رفته تعمیرگاه. اینو مطمئن بودم. بیا بریم. زنگ بزن دادستان، اول به اون خبر بده. الو جناب دادستان. چی؟ من اینو بهتون گفتم؟ اطلاعات جدید قربان. ماشین رفته تعمیرگاه. شرکت بیمه گفت میریم سراغ صاحبش. بابا جون من اومدم. خوش اومدی دخترم. ببین احمد، آهن این 2 برابر قیمتی که گفتی ارزش داره. والا آقا عارف هر جور راحتی. من 150 لیر میدم، بیشتر از اونم ضرر میکنم. که اینطور؟ زود باش جواب بده دیگه مریم، زود باش. خیس عرق شدم دختر. یه لحظه میرم بالا. باشه بابا. ببینم چیزی شده آقا؟ اونجا چی کار میکنی؟ با کسی کار داری؟ این ماشین مال کیه؟ نونوایی روبرو. چطور مگه؟ مریم آکچا اینجاست؟ تو مریم از کجا میشناسی ها؟ عزیزم بیا بالا ببینم. منتظر چی هستی؟ از صبح تا حالا منتظرم بابا. وایسا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. میخنده. کوچلو سوینج تو قصار خونه است. داداش داغ تازه از کاری نکن بعدم پشیمون بشی. برو کنار. پلیس. آقایون برین کنار. لطفاً بفرمایین بیرون.
خیر باشه، سرتون جایی خورده؟ ماشین بیرونی مال شماست؟ DB 3298. بله مال منه. مریم آقچا؟ خودمم. طبق گزارش این ماشین دچار یه تصادف شده. تو رانندگی میکردی؟ زنگ بزنیم به نه لازم نیست. خب چرا بیمه داره؟ بس کردم، فردا روز اول کارم، این وقت شب بازجویی بدم ها؟ گواهینامه هم توقیف کنن. من رانندگی میکردم. میکشمت! میکشمت لعنتی! بیا بیرون. میکشمت! آروم باش. اون آقا چه ربطی به این موضوع داره؟ قضیه چیه؟ لطفاً بهم بگی. تو جواب منو بده. تنها بودی؟ بله. مطمئنی؟ به نظرم اومد یکم زیادی فکر کردی. بله معلومه، مطمئنم. چرا به پلیس خبر ندادی؟ فقط به یه بشکه زدم، فکر کردم مهم نیست. دخترم چی شده؟ در مورد تصادف دیشبه بابا. باید با همون بیای اداره پلیس. اداره پلیس واسه چی؟ بعداً میفهمین آقای محترم. چی رو میفهمی؟ خیلی خوب، تو اداره ازتون بازجویی میشه. بفرمایید. صبر کنین، دخترمو کجا میبرید؟ اداره پلیس بپرسیم. فکر کردی ولت میکنم؟ فکر کردی ولت میکنم؟ چی شده؟ آروم باشید، شما بریم بعد از کجا میبرید؟ ولش کنید. چی شده به من؟ کجا میبرید؟ آروم باش دادا. مگه چی کار کرده؟ شده؟ ولش کنید. کجا میبرینش؟ در مورد این دختر هر اطلاعاتی از برام پیدا کن. این دختر کیه؟ خوام بدونم کسی که عشق منو کشته کیه. خواهش میکنم یه لحظه صبر کن، الان جواب میده. الان جواب میده. یه لحظه صبر کنید، خواهش میکنم. صبر کنید. زود باش بجون دیگه. صبر کنید. کجا میبرین دخترمو؟ صبر کنید. قربان، یه نفر بازداشت شده. یه خانوم. گرد و خاکش تو چشم ما نره. ساواش هرچی میخواد بهش بدین، دلش خنک نشه ول کنه، ماجرا نیست. رو چشم قربان. دادستان کیه؟ تازه کاره، اوکتای شاهین. قضیه رو با اون حل کنین، باهاش حرف بزنین، زن دستگیر شده شدیدترین حکم رو بگیر. اطاعت میشه. داریم کجا میریم؟ میخواد دادستان باهات حرف بزنه. دستامو نشستم، میشه یه دستمال مرطوبی چیزی به هم بدی؟ جدی؟ لوازم آرایش هم میخوای؟ خوشگل کن برو پیش دادستان، شاید دلش واسط نرم شد. بیا تو. شما برید. بشه. مریم تو چی کار کردی؟ چرا گفتی تو پشت فرمون بودی؟ تو مست بودی. نمیگفتی، هیچی نمیگفتی. نمیدونی تو چه درد سری افتادی. نمیفهمم اوکتای، چه درد سری؟ همه اینا فقط به خاطر اینه که به یه بشکه زدی؟ ببین، ممکنه تو تصادف دیشب
به یه نفر زده باشیم. چی؟ تو چی داری میگی؟ امکان نداره همچین چیز غیر ممکنه، وگرنه متوجه میشدیم غیر ممکنه. تاریک بود. خب کی بوده؟ یه دختر جوان. خدای من. خب الان کجاست؟ حالش خوبه؟ تو بیمارستانی کجاست؟ تو بیمارستان بود. امروز فوت کرد. یعنی وقتی من خوشحال بودم هیچ کدوممون طوریش نشده. باعث مرگ یه نفر شدیم، اما یه نفر رو کشتیم. یه نفر رو کشتیم و یه نفر رو کشتیم. مریم، حواسمون نبود. ما که تقصیری نداریم. نگران نباش، تا روز دادگاه همه چی رو ثابت میکنم. از این اتهام کاملا تبرئه میشیم. چجوری اکتای؟ چجوری؟ حتی یه نفر رو کشتی، چجوری میخوای تبرئه بشی؟ ثابت میکنیم بیگناهیم، فقط یه تصادف بوده، مطمئن باش. چه فرقی میکنه؟ یه نفر مرده، میفهمی؟ هر طوری بیگناهیمون رو ثابت میکنم مریم. هنوزم میگی بیگناه؟ اون دختر، پدرش، مادرش. ببین الان باید به فکر خلاص شدن از این مخمسه باشیم، بقیهش بمونه برای بعد باشه. خیلی وحشتناک. باید مراقب باشی، حواست باشه به کسی چیزی نگی. متوجهی چی میگم؟ خود خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. مریم بسه، به خودت بیا. ما بیگناهیم، هیچ کدوممون مجازات نمیشیم، هر دومون رو نجات میدم. خیالت راحت باشه. ها؟ پسر تو زده به سرت؟ یعنی چی تا روز دادگاه آزاد باشه؟ منم میخواستم در این مورد توضیح بدم. هنوز مطمئن نیستیم این دختر مجرم باشه. شواهد و مدارک کافی وجود نداره. خودش اعتراف کرده، مدرک دیگه چیه؟ دلایلش رو اونجا نوشتم قربان. دوباره بنویس تا روز دادگاه زندانی بشه. شدیدترین حکم رو درخواست میکنی. ممکنه بیگناه باشه. بیگناه؟ پسر جان اعتراف کرده. آدمو یه تازه کاری مثل تو یه پرونده بسته شده رو انگولک میکنن. ببند تموم شه. بیشتر از این اعصابامو به هم نریز. میتونی بری. میگم برگه ها رو میگیری؟ آقای محترم اینجا نشین. ای بابا ولی آخه با من بحث نکن، برو سالن انتظار، برو عزیزم. همینجا وایسا، همینجا منتظرم باش. چطوری؟ وجدانت راحته؟ نمیدونستم، قسم میخورم نمیدونستم. چی رو نمیدونستی؟ زنده بودنشو؟ فکر کردین مرده فرار کردی آره؟ نه نه، من نمیدونستم به یه نفر زدم. اون موقع جوری بارون میومد فکر کردم به یه نفر.
اون درست 1 ساعت جون داده. قسم میخوره. میدونی حامله بود؟ تو 2 نفر رو کشتی. اون 1 بار مرد، من تو رو هر روز میکشم. کاش من میمردم. نگران نباش، از این به بعد مدام اینو تکرار میکنیم. اونجا چه خبره؟ برو کنار ببینم بس تو کجایی؟ چرا اینا رو تنها گذاشتی؟ مگه اون برگه ها رو دادمش. بیا بیا. DRN 45 34 DRN 45. این دیگه کیه؟ آشنا به نظر میاد. دورین برکر. پس بقیهش کو؟ ماشین غیب شد. کجا رفت؟ بله. قربان، شبتون بخیر. یه چیزی پیدا کردم. فعلا به کسی نگفتم، زنگ زدم اول به شما بگم. بگو. فیلم دوربین مداربسته پاک شده. ماشینی که قربانی رو به محل حادثه می‌برده غیبش میزنه. اگه پاک شده تو چجوری دیدیش؟ تو دوربین بعدی هستش. گوشی از ماشین میندازه بیرون. جایی که دختره رو پیاده میکنن رو پاک کردن. فکر کردن قصر در رفتن. ماشین به اسم کی ثبت شده؟ دختر چتین برکر، نماینده مجلس. دورین برکر. وقتی فهمیدم فوراً به شما زنگ زدم. پس معلوم شد فیلم کجا رفته. چیکار کنم قربان؟ احضارش کنیم؟ هیچ کاری نکنی، خودم پیگیریش میکنم. مطمئنی غیر از تو کسی ندیده دیگه؟ بله قربان. آفرین. طبق قرارمون با من باش. هم تعفیه تو میگیری، هم انتقالی که میخوای. بین خودمون بمونه. فیلم ازت میگیرم. چشم قربان، هر جور شما دستور بدین. اوکشای پسرم. عمو عارف، میخواستم بهتون زنگ بزنم. پسرم بردنش بازجویی، خبری از مریم نیست، کسی چیزی نمیگه. زنگ زدم جواب ندادی، نگران شدم. نگران نباشین، پرونده دست من. مریم الان کجاست؟ اینجاست. بذار ببینمش. متاسفانه بازجویی میشه، میفرستنش پیش قاضی کشیک. ممکنه لازم باشه امشب اینجا بمونه. به خاطر تصادف با یه بشکه؟ تو تصادف ماشین به زن خورده، متاسفانه مرده. آخه چطور ممکنه؟ تو هم که اونجا بودی. خب بهشون بگو به کسی نزدیم. تاریک بود، بارون هم میومد. شوکه تصادف هم از یه طرف، شاید متوجه نشدیم. زنگ بزنیم به توران، همین الان زنگ بزنیم. گوشی من خاموش شد، نتونستم بهش زنگ بزنم. کارت ویزیتش پیش توه؟ اگه آقای توران قاطی این ماجرا کنیم قضیه بزرگتر میشه. دادستان کل با خبر میشه، پرونده رو ازم میگیرن. حداقل 8 سال برای مریم میبرن. 8 سال؟ ولی من که نمیتونم دست رو دست بزنم. تو به طرف مقابل مادر دختر زنگ بزن، رازیش کن شکایت نکنن.
اینطوری یه شانس کوچیک پیدا میکنیم. اون وقت منم مشکل رو راحت تر میتونم حل کنم. خدا رو شکر تو هستی پسرم. نه اما عارف، هیچ کس نباید از ارتباط من و مریم با خبر بشه. نباید به کسی بگی منو میشناسی. مریم برای اینکه من ناراحت نشم و بتونم راحت تو روی آدما نگاه کنم به کسی حرفی نزد. خدا ازت راضی باشه. کی بود؟ پدرت؟ نه نمیشناسم. احتمالاً پرونده داشته. با من بیا. باید با هم یه جایی بریم. کجا؟ یه نفر هست که میخواد تو رو ببینه. پیاده شدی و فقط بشکه رو دیدی. چیز دیگه ای ندیدم. کاش میدیدم. ببینی دستم میخورم ندیدم. امکان نداشت اونو ببینم و اونجوری ولش کنم. این قصه چه میبافی؟ تو هیچ میدونی ما روزی چند تا از این دروغا گوش میکنیم؟ دروغ نمیگم. برو این حرفا رو به دختره بگو، به مادرش بگو. اون شب از کجا می اومدی؟ نه نزدیک خونته نه محل کارت. راستش یکم حوصله‌ام سر رفته بود. تنهایی رفتم بیرون. حالا تازه اولشه. میبینی حوصله سر رفتن یعنی چی؟ خانم دورین برکر، دادستان قضایی اکتای شاهین. شما رو میشناسم. از مجله ها؟ نه، دوربین مدار بسته. متوجه نشدم. توضیح میدم. شما هم تو محل تصادف نامزد آقای ساواش حضور داشتین. اون قسمت رو پاک کردین، ولی اونجایی که گوشی انداختین بیرون یادتون رفته. بی خود وقتتون تلف نمیشه مگه بده؟ باید به خاطر یه تصادف چندین روز تحقیق میکردیم. تصادف منجر به مرگ شده. کسی که قربانی اونجا آورده به اندازه کسی که زده بهش مهمه. امیدوارم این موضوع به عنوان یه راز بینمون بمونه. پدرم آدم مهمیه. حتما آقای ساواش هم با شما هم عقیده هستن، چون باید کنجکاو باشه بدون نامزدش اون وقت شب اونجا چی کار میکرده، کی برده، کی پیادش کرده. اینا هم خیلی مهمه. سوالای دقیقی میپرسی. آینده‌تون روشن آقای دادستان، به شرط اینکه دهنتون قرص باشه. آقا اوکتای، جناب اردال منتظر شما. این یارو اینجا چی کار میکنه بابا؟ من رفتم دیدمش. تونستی حرف واریش کنی؟ نمیتونه به کسی که به دفترش رفتی حرف واری کنی. باید با پای خودش بیاد خونت، زندگی تو ببینه، قدرت تو ببینه. فکرای ما آماده کردن.
همه ی کارای لازم رو انجام دادن. کلی گزارش روش هست. دختره به اشد مجازات محکوم میشه. مدارک قلابیه. این کارا برای آدمایی که وارد نیستن سنگینی پسرم. کار تو نیست. انتقام فرشته‌ها رو فقط شیطونا میتونن بگیرن. چی میخوای؟ نگاه کن. اگه انتقام میخوای برات انتقام میگیرم، ولی بعدش هم باید دنبال این کارو ول کنی. بعدش هم با دورین ازدواج کنم؟ آره. به اینکه داغداری احترام میذارم. اینم میدونم دیگه هیچ کس رو نمیتونی اونطور دوست داشته باشی، ولی یه نفر هست که همونقدر دوستت داره. نه، بی خود این کار نکن. تو خیلی باهوشی، حتما دورین رو درک میکنی. مثل سوینچ نه، ولی یه جور دیگه دوستش خواهی داشت. میدونم دلت نمیاد. انتقامتو بگیر تا سوینچ هم روحش شاد بشه. برو پیشش. زود باش. قاتل رو پیدا کردی، به اشد مجازات محکوم میشه. سزاوار اشد مجازات نیست. به نظر من که سزاوارشه. خودت هم نگاه کن. دختر مست بوده. این گزارش جعلیه. برای تست الکل خیلی دیر بود. امکانش نبود. ولی پرونده اینجوری نمیگه. پرونده هنوز تکمیل نشده. برای اینکه جناب عالی خسته نشیم وکیلامون این کارو انجام دادن. اصلا به این فکر نمی کنی که ممکنه دختر بیگناه باشه؟ بیگناه باشه؟ مگه اون نزده بهش؟ مگه اون پشت فرمون نبوده؟ اعتراف کرده. نکنه چیزی هست که من خبر ندارم. قبلا گفتم در مورد پرونده حرف نمیزنم. وقتی میگی بیگناه منظورت دقیقاً چیه؟ قبل از تموم شدن دادگاه نمیتونیم کسی رو مجرم بدونیم. پس هر چیز زودتر تمومش کن. اون دختر با این پرونده محکوم میشه. من پرونده هامو خودم آماده میکنم. ایشالله پرونده های بعد از این ها. اینو میبینی؟ رد پاهاته. خیلی هاشون پاک شده، ولی معلومه چه غلطی کردی. رفتی پیش دختره، بعد برگشتی. چطور ندیدی؟ هنوز میگی ندیدیش؟ وقتی اونجا ولش کردی دختره 1 ساعت رو زمین تقلا کرده. اگه زودتر میرفت بیمارستان نجات پیدا میکرد. اینو میدونستی؟ چی بود؟ نگفتم بهت پیاده نشو؟ میگم چی بود؟ هیچی، زدیم به یه بشکه. عارف یه چیزی بپرسم ببینم، شما این گوشه کنارا چقدر پس انداز دارین ها؟ چطور مگه؟ وضعیتمونو که میدونی. برای چی میپرسی؟ به خاطر وکیل؟ وکیل کدومه؟
برای خونبها پرسیدم. نمیدونم به خدا. اگه خونه و مغازه رو گرو بذاریم بانک یه مقدار میده. ببین از حرف زدن هیچ دردی دوا نمیشه آقا. گرو مرو هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. عجله نکن پسرم، یه کم دیگه فکر کنی. چجوری بذارم مریم اونجا بمونه شریف خانم؟ هر کاری بتونم میکنم، چاره‌ای نیست. کجایی تو؟ چند ساعت زنگ میزنم جواب نمیدی. منزل سارگونا بودم. زود تهدیدا شروع شدن. آره اون پرونده چطور افتاد دست تو؟ یه جوری افتاد دیگه. هیچ کار غیرقانونی نکردم. برای گرفتنش هم تلاش کردی؟ آره براوو، از اول گند بزن به کارت. بلیز چی میخوای؟ متهم پرونده معشوقت اوکتای. میدونی اگه اینو بفهمن چی به سرت میاد؟ چاره دیگه ای ندارم. مریم به من اعتماد داره. ببینم تو هم به اون اعتماد داری؟ مجبورم اونو نجات بدم. فکر میکردم آدم باهوشی هستی. مریمو تو این وضعیت ول کنم به زندگیم ادامه بدم. اگه مریم از این پرونده خلاص بشه دیگه زندگی نداری که بتونی ادامه بدی، چون سارگونا دست از سرت بر نمیدارن. مگه این دختر یه نفر رو نکشته؟ بذار مجازاتشو بکشه. سارگونا یقتو ول کنن، تو هم از این ماجرا خلاص شو. تو دیگه متعلق به اینجا نیستی. باهوشی باجنه. باهوشی باجنه. به خاطر یه فداکاری مسخره برای خودت مانع تراشی نکن. تو نمیتونی برای اون هیچ کاری انجام بدی. اون دیگه مون تو گذشته. ولی تصمیمایی که میگیری مربوط به آیندته.
غم آخرمون باشه. تو هم جیگرت آتیش گرفته پسرم. دخترم وقتی از تو میگفت چشاش برق میزد. چرا نتونستی مواظبش باشی ساواش؟ من جونمو براش میدادم. وقتی دخترم جون میداد کجا بودی؟ سویچ من اونجا چه کار میکرد؟ نمیدونم. خودم هم میخوام همینو بدونم. سعی میکنم بفهم. هر کی این کارو با دخترم کرد پیدا میکنی برام میاریش ساواش، میاریش. فقط اون موقع حلالت میکنم پسرم. اون شب وقتی دنبال سوینچ میگشتی اون اطراف چیز دیگه ای دیدی؟ نه. به نظرت سوینچ اون شب اونجا چی کار میکرد؟ کاش میدونستیم داداش. کاش میدونستیم. فردا بازم میام باشه؟ دختر عزیزم. تسلیت میگم. خیلی ممنون آقا. دخترم سوینچو میشناختین؟ دخترم تو ماشینی بود که به دخترتون زد. تو با چه رویی با من روبرو شدی؟ جای اولاد پر نمیشه. میدونم. حتی داغشم نمیتونم تصور کنم. آدم برای فرزندش هر کاری میکنه. منم برای همین اومدم. آخرین امیدم شمایین. اگه از شکایتتون صرف نظر کنین شاید یه امیدی باشه. میگی خودت اولاد داری، چطور دلت میاد همچین چیزی ازم بخوای؟ دختر من به مرگ طبیعی نبرد، کشته شد. دختر من و دختر تو کشت. حالا تو برای اینکه دخترت سرشو روی بالش سف نذاره از من اینو میخوای؟ دختر بیچاره من چند ساعت روی زمین سرد با مرگ دست و پنجه نرم کرد، جون داد. حالا چطور از حقمون بگذرم و شکایت نکنم؟ چطوری همچین چیزی ازم میخوای؟ خانم لطفاً اینو بگیرید، قبول کنید. دخترم رو ول کرد تا بمیره. تو هم روی جنازه دخترم قیمت گذاشتی؟ آره؟ نه. این پول چقدره؟ دختر من چقدر میارزه؟ روش چقدر قیمت گذاشتی؟ برای سوینچ من چقدر پول من همچین منظوری نداشتم. اینا رو بگیر بچه‌مو بهم برگردون. من دخترم رو میخوام، دخترم رو برگردون.
منو با متهم تنها بذار. اوکتای، لطفاً حقیقت رو بهم بگو. اون شب وقتی از ماشین پیاده شدی تو دختره رو دیدی؟ اگه میدیدم که نمیرفتم مریم. تو چی داری میگی؟ پلیس رد پایی پیدا کرده که به دختر نزدیک شده. تو حال خودم نبودم، تاریک بود، بارونم میومد، متوجه نشدم. اصلا به فکرم هم نمیرسید به کسی زده باشیم. فقط تقصیر ما نیست، باور کن نیست، قسمت بود. دختر مرده اوکتای، نمیتونیم بگیم قسمت بود اینطوری بشه. همش تقصیر منه. میرم همه چیو میگم، طاقتشو ندارم تو رو اینطوری ببینم. این همه سال زحمت کشیدیم، شغل تو از دست میدی. خب بدم. من گردن بگیرم چی میشه؟ چقدر میافتم زندان؟ چند؟ من میتونم. نمیشه مریم. اگه تو متهم بشی خدا میدونه کی قاضی پرونده بشه. اعتراف تو هیچ فایده‌ای برامون نداره. ولی اگه من گردن بگیرم تو میتونی یه کارایی بکنی. البته اما ولی نداره. داری میگی فقط چند ماهه؟ این همه مدت من کار کردم، حالا فقط جامونو عوض میکنیم باشه؟ این کار فداکاری بزرگی، هیچ وقت نمیتونم جبرانش کنم. فداکاری رو انجام نمیدن که یه روز جبران بشه. به این چیزا فکر نکن. فقط میخوام حواست به بابام باشه، فقط همین. مریم این کار اون شب برای چی منو شام بردی بیرون؟ من حلقه گرفته بودی. چرا پیشنهاد ندادی؟ نتونستم هیجانم رو کنترل کنم. گفتم وقتی رسیدیم خونه میگم. بعدشم که دیدی چی شد. من گردن میگیرم، میگم من راننده بودم، تنها بودم، ندیدم. مریم این به صلاحمونه. اگه درخواست آزادی تا روز محاکمه کنی بیچارت میکنم. هیچ کاری نمیتونم بکنم.
اگه مریم از اینجا بره بیرون فکر میکنی میتونی رو اون صندلی بشینی؟ هرچی میخواد بشه. نمیترسی متوجه رابطتون بشن؟ اون به کنار اگه بفهمن اون شب تو هم تو ماشین بودی چی؟ هرچه زودتر خودتو از شر سارگونا خلاص کن. خودتو به خاطر این دختر بدبخت نکن. اونو چجوری بفرستم زندان؟ چرا نمیفهمی اون شب نامزد ساواش سارگون مرد؟ آخر این ماجرا یه نفر قربانی میشه. اگه امروز مریم نیفته زندان، فردا تو میفتی. عشقم ببین، میدونم میخوای براش یه کاری بکنی ولی دیگه خیلی دیره. قرار نیست. فقط به خاطر اینکه شما میخواین اتفاقی بیفته. ای بابا، ما که اینجا نیومدیم چیزی بخوایم، اومدیم یه چیزی بدیم. درو باز کنیم برم. عجله نکن، رفتنشو که میری، ولی ببینیم همونطور که اومدیم میری یا نه. ببین منو جوون، من به اندازه سن تو اینجا دادستان کل دیدم، چه اونا که عاقبت به خیر شدن زندگیشون کاملا تأمین شد، چه اونا که هنوزم با حقوق بازنشستگی سر میکنن. من بهت میگم پرنده خوشبختی رو شونهاته. تو زمان مناسب بهترین جایی ممکن بودی. من متوجه منظورتون نشدم. میخوام اون دختر که جیگر پسرمو آچی سب به اشد مجازات محکوم شه، در مقابلش مسئولیت امور حقوقی شرکت سارگون و شرکت‌های وابستش به تو سپرده میشه. از هر معامله تجاری که انجام میشه درصد میگیری. البته الان میگی شغل دادستانی شغل خیلی با کلاسیه. فکر میکنی آدم قدرتمندی هستی. پول به آدم قدرت میده. هنوز نصف راهو نرفته پولدار میشی. 50 سالت نشده آدم ثروتمندی میشی. فرق بین این دوتا رو میدونی دیگه، مگه نه؟ اگه باهوش باشی میدونی. نظر مدعی العموم چیه؟ بفرمایید آقای دادستان. با توجه به اظهارات متهم مریم آیشا و تحقیقاتی که در محل حادثه انجام شد، حادثه نیست، جنایته. ببرینش بیرون. دختری که دوستش داشتم مرد، اون کشتتش. قاتل اونه، روبروتونه. تو قاتلی، یه قاتل ترسویی. حق نداری نظم دادگاه به هم بزنی. برو بیرون. آقای دادستان بفرمایید.
برای متهم مریم آکچا فرزند عارف به دلیل بی‌احتیاطی هنگام رانندگی و با در نظر گرفتن اعتراف شخص متهم که منجر به اثبات ارتکاب به قتل ایشان شده به عنوان مدعی العموم از محضر دادگاه محترم درخواست تمدید مجازات و بر اساس قوانین جزایی کشور و دیوان عالی قضایی با توجه به بند 221 ماده 2007 و در نظر گرفتن بند 185 ماده 2008 از ریاست متهم دادگاه برای متهم درخواست شدیدترین مجازات ممکن، یعنی تحمل 8 سال زندان دارم. تلویزیونی همراز، تلویزیون همراز. با همراز باشید، بینیاز باشید. همراز، همرازی دل شماست.